درودی پر از مهر و محبتی ما رو تماشاگران یوتیوب کانال فانوس منبر اندیشه روزنامه جمهوریت بپذیرید. صحبت نوبتی ما در اطراف فلک این موسیقی مردمی تاجیک است. چند پیش آن به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو وارد شد. واقعا این رخداد نیک تاریخی فرهنگی و دستاورد مهم ملت ما برای هر کدام ما باعث افتخار است و مورد ذکر مخصوص می باشد که آموزش، گسترش فلک و تحقیق بیشتر و بهتر آن تنها در زمان استقلال دولتی به دست آمد، البته با تشبوس و غمخواری و دستگیری مخصوص پیشوای ملت محترم محمدی رحمان. 10 اکتبر همساله روز فلک اعلام گردیده است و آن قید کرده می شود و گروه هنری مخصوص با این نام یعنی فلک در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است. با صحبت این بار ما استاد بسیار عزیز قربانیان هنرپیشه شایسته تاجیکستان مطرب چیردست محقق فلک، بلکه اولین محقق فلک در کشور ما و اینچنین پروفسور کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستارف را دعوت کردیم تا در اطراف این موضوع صحبت داشته باشیم. خوش آمدید استاد. تشکر. نخست میخواهم صحبت را از آن آغاز ببخشیم که یعنی این پذیرایی نیکوی یونسکو از موسیقی مردمی ملی ما بعد این استقلالات فرهنگی خود را نیز برای که فرهنگ این هستی ملت است. برای ما همین فلک را از سالهای 85 آغاز نمودیم. آموخته یگان به یگان خودم با خواهش خودم برای که ما سازی دوتار همچون رمزی فلک است دوتار را نغز می دیدم آموختم در همه شو گشتم ولایت ختلان ولایت بدخشان آموختم دیدم که این فلک یک موسیقی فولکلوری مردمی نبوده
ریشه ها، منبع ها، روش ها مرکب بوده است. سیستم خود داشته است. سیستم این یک قانونیت خود دارد، چیزی که هر یک موضوع خود دارد. هر یک نمودهای فلک دشتی میگیم، درآمد میگیم، راقی میگیم، افر میگیم، این شاخه های خود دارد. فلک چیزی که به آخر است، موسیقی منم به آخر است. فلک را در یک چارچوبه آوردن ممکن نیست. چه گاه میگن گاه چهار مقام میگن، چهار مادران میگن. این فلک آزاد است. فلک با خودی جناب عالی گفته بود که فلک این از نگاه حجم، از نگاه ارزش‌های قیمت بدیهی، از جمله بهترین میراث موسیقی است که ما بر حق آن موسیقی شکلا آزاد، تجسمگر روحی آزاد و آرزوی آمال خلق تاجیک میشماریم. این گفته ها را من علاقه همچون محقق فلک هم با نظر گرفته آموختم. حقیقتا از جهت حجم بسیار کلان است. از جهت بهترین موسیقی میراثی است که این آرزوی آمال خلق که روی خود را، موسیقی خود را آزاد با فلک مراجعت کرده میخونند. لیکن این آرزو فقط در استقلالات دولتی به دست آوردن تاجیکستان است. برای که آرزوی آماد خلق چی بود؟ فقط راز نیاز بود، غم و اندوه بود، شکایت بود. بینید عمر قیام در یک ربایش گفته است: گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک رازی میان. و از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده با کام دل رسیدی آسان. انمی فلک رو از نو ساختن و روی خلق رو آزاد کردن، انمی استقلال ایالتی تاجیکستان است که فلک رو چی با اندیشه نو، با فکر نو، عقیده نو آموختیم. حقیقتا فلک داشت چی است؟ لیکن ما در جایی که با عمر خواهی میگه که ای چرخ دلم همیشه غم ناکنی، پیراهنی فرخی من چا کنی. باده که به من وزد تو آتش کنیش، آب که خورم در دهانم خاک کنی. دیدی بوی مردمی هم است. بله فلکی جام. دیدی این همه چی راز بله انا همین. دیدی از اینجا چرخ راز نیاز است. از اینجا من دستم با فلک میرسید، فلک ما دیگرگون بکنیم. انا همین دیگرگونی فلک این با دست آوردن استقلال جمهوری ما است که ما موسیقی نیاگان، شش مقام و فلک رو همچون چی حس کردیم. روز شش مقام روز فلک اعلان کردیم و دستگیری، اولین دستگیری، این دستگیری اساسگزار سرور وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمانی است. برای که من با چند مرتبه با پیشوای ملت واخوردم، فقط گفته بود 2015 که جدی‌تر کار کن با فلک. این با من یک نیرو آورد، الهام بخشید. اولین اخبار علمی که من در چاپ کردم این 1992 بود. در وقت علاقه سال چخه بعد سال 2005 اولین برنامه بخش فلک رو ساختیم در دانشگاه در کنسرتوریوم نوشتم. 2006 کتاب با نام فلک سیستم لندن به تاب رسید. روز 10 اکتبر 2007 فلک رو همچنین روزی فلک اعلان کردن. ما از همه فقط باز دو چند کارهای علمی تحقیقاتی آموزشی رو بجا آوردن. باز یک کتاب نو با 2017 که بعد 10 سالگی تجلیل فلک 2007 این 2017 چاپ شد و تجلیل فلک آموختیم و همه سمت‌های فلک سرای را جمع آوردن، ثبت نوتا کردن. یک کتابی چاپ کردیم که درباره فلک همه، چه از بدخشان، چه از خطان، چه از وادی زرافشان، فلک را بگوید که در یک منطقه است. فلک این مال خلق تاجیک است. این نادرست است فکر، بلکه در وقت آموزش
در وادی درخشان هم در یغنا بود در چیز با دوتار می‌نوازند دوتاری می‌نواختند با طرز خود با اجرایش خود با سبک خود. استاد برگردیم صحبت رو با پذیرایی نیکوی یونسکو، یعنی یونسکو نه هر موسیقی رو مثلا اعتراف میکنه و میپذیرد، یعنی تحقیق‌های بسیار در استقلالیت دستاوردها شدیم و تا اثبات کرده توانستیم که این موسیقی ملی تاجیک است و همچون موسیقی ملی تاجیک یونسکو آن را پذیرفته است. فقط از تاجیکستان این پیش داشت، دیگر دولتان یعنی این جهانی شد. جهانی شد. این فقط با تشبوسی پیشوای ملت است. چون صحبت از فلک و کتاب‌هایی که شما به طبع رساندید و شما از محققانی هستید که فقط فلک رو نظریوی نه بلکه عملی میدونید و میخوام که یک نمونه همین فلک رو برای تماشابینان یعنی اجرا کنید. تشکر. میدونید برای چی؟ یعنی دکتر شما شکل در طرزی که گفتید رمزی فلک است. بله، این اگر در شش مقام تنبور ساز اساسی شش مقام باشد در فلک این دوتار است. دوتاری که ما میگیم همین دوتاری بابایی است. خیلی بگن که دمبره است. نه، برای چی دوتار میگن؟ دوتار دارد. ما دمبره هم میگن که ساز اساسی بابایی ما قدیم داره، آن همین ساز دوتار است. برای همین در ساز دوتار همین سیستم فلک در وقت آموختن مقدمه آشکار که در همین پرده دوتار به همین هر یک زینه ها و چیزی فلک جای گرفته است. جای این دستگاه بگیم در موسیقی ایرانی هم دستگاه بگیم، ما بگیم پایان بگیم. در وقت در این مورد صحبت میکنیم الحال ما دواش کردیم فلک 4 قسمت دارد. اولین فلک قدیمترین فلکی که هست این شکلی آزادی که چی ما گفتیم این دشتی است. دشتی میگیم، آزاد میگیم، در بدخشان بپروا فلک میگن. انمی اندازه ندارد، ضرب اساسی ندارد. آزاد نیم تون با بلند باز دیگر پرداز باز بلند فلک دشتی بود که از همین پایه آغاز کرد تا یک اکتاو چرخ زدیم. یعنی ما در مورد پایه بعد صحبت میکنیم. این فلک دشتی بگیم. بعد این فلک دشتی قسمت دیگر درآمد فلک. از یک لحن به لحن دیگر گذشت. این فلک درآمد را فقط با غزل می‌سرویند. میگن که بسیار شخصانی که هستند که فلک فقط رباعی خوانی است. نه، فلک در فلک هم رباعی خوانی، دو بیتی، غزل، مصدق بسیار ژانرهای فلک را
این یکی از اون شخصیت بزرگ ادنا هاشمی باشد که هم فلک را چی در فلک غزل ها را شکل بودند. بله اصول در مورد انا ژانر مقام تاریخ اندیشه گوناگون است. بله بله. و نه همه اندیشه یک خیله هستند، یعنی با هم تفاوت دارند و بعضا مقابل هم هستند. البته این در مورد چنین اندیشه گوناگون و مقابل با وجود میاد که تحقیق درست به انجام نرسیده است. یعنی اندیشه شما در همین مورد، در مورد تاریخ اندیشه بعضی آن را مثلا 4 مقام هم میگویند یا اندیشه میگویند که اولا تاریخ نیست و در یکی از سیمپوزیوم ها هم ضمن صحبت وقتی که من برآمد کردم و گفتم که فلک تاریخ است، بسیاری محققان با من زید برآمدن که البته من محقق فلک نیستم، همچون یک روزنامه نگارم، ولی گفتن که فلک چگونه تاریخ بوده میتوان. من با ما گفتم که مثلا جنگ مغول و با تاجیک که مغول ها هجوم کردن و نفری که در حالت بسیار در دشت بودم، زلازل زنگ آمد، شمشیر مغول به گردنم تنگ آمد، مرد بچه بودم گریختنم ننگ آمد، خون جگرم بر سری سنگ آمد. این تاریخ نیست چی است؟ مثال در همو یعنی باید طرز خوانیش همین ربایی با حالت قهرمان مطابقت کند. پس یعنی تاریخ همون عصر 12 ما جنگ مغول در همین یک ربایی نه تنها مضموناً انعکاس میشد بلکه احساسات و گرمان موسیقی باید وجود داشته باشد. اندیشه شما رو میخوام در من یک بسیار شخصان هستند که آمده با فلک فکر خود گفتند. یکی از آنها موسیقی‌شناس دکتر علم‌های صنعت‌شناسی اسدالدین نزاع می باشد که حقیقتاً فلک را حقیقتاً تاریخی فلک از 6 مقام هم قدیمتر است. این در کتاب قشر است که این زیاده از 2000 سال پیش می شود. ممکن از 2000 اصلا محققان میگویند که آدم با تولید شدن یعنی در همون سر گهواره مادر با اله است و بعضی در اصول الباقیه ابوریحان بیرانی در مورد فلک بونگک سخن می رود و اوجه از ابراهیمی مهندس سخن می رود که یعنی او میگوید که این فلک بونگک فلکی است که وقتی که به نقطه بلند احساسات میرسد و دیگر افاده کردن درونی میگیرد. یعنی با تاریخ انسان هر وقتی که با مشکلات یا که با حالت وجد میرسد این فلک با وجود انا شما فلک بونگا گفتید در رساله‌های در تاریخ ما با زمزمه خوانی هست. زمزمه خوانی یکی در زمانی سلاله ساسانیان این زمزمه خوانی بودند، با لب‌های پوشیده زمزمه میکردم. چقدر که ما اله را میگیم آهنگ میخونیم، این خود اله هم این یک ژانر خود هم فلک است. به یگان متن دیگه زمزمه خوانی بونگا شما میگن انا زمزمه خوانی آغاز شد. این که از قدیم ترین این نشانه های فلک است. قدیم ترین این تاریخ است. برای چی ما تاریخ نگیم؟ اگر تاریخ نباشد، فرهنگ نباشد، فرهنگ به تاریخ نمیشود. فرهنگ در اساس تاریخ پیدا میشود. برای این واقعا تاریخ دارد، فرهنگ دارد. ما در اساس آموختنی که زیاده از 40 سال است که ما فلک را همچون آموزش قرار گرفتیم، معلوم شد که این فلک یک موسیقی مردمی نبوده، همچون موسیقی کسبی بساط سلسله نوازی هست، سلسله خوانی هست. در یک گروه این فلک را ما چی معبود کنیم؟ چه که ما در یک اپرا میریم در اپرا گوش میکنیم، در یک آریه وای خوندم ما اپرا فکر میکنیم؟ نه. برای همین من فلک این سلسله در وقتی سلسله خوانی خوندیم، پورا خوندیم،
ما سال 2008 با سلسله خوانی فلک را بار اول خوندیم. فلک این چی مال خلق تاجیک است، در سطح کسبیت است. اول فولکلور است. موسیقی فلک این مؤلف ندارد، مؤلف خلق است. هر که میگه با فلک فلان، فلک فای فلک در سبک فلان، در اجرای فلان گفتن در کار. این فقط گفتم میگن این فلک من، فلک در ما خلا، فلک در آخه فلک یک است. برای در سبک هر یک سرونده هر یک باید چی در سبک فلک در رویه فلک ایجاد میکند. چی در شبه خون چی میگه؟ خب استاد ولی آموزش و تحقیق فلک بیشتر در بعضی از کشورهای خارجی گسترش یافته است و بهتر است نسبت البته در قیاس با کشور ما. چرا مثلا فلک؟ بله و آنها بسیار خوش میپذیرند وقتی که از روی نقل‌ها و محققانی که مثلا از فرانسه خو میآیند یا که فلکخوان‌های ما میروند و در اونجا بسیار خوش میپذیرند. درست، لیکن موسیقی‌شناس مارکس رابین یک کتاب دارد موسیقی شمال افغانستان. بعد بار اول انا موسیقی فلک رو با هموازی دوتار ثبت نوتا نموده نشان داده است. این باید سال 1990 سال شده سال 1989 است. بیده که بعد ایرانی ها در ایران خیلی کلافرها میگن لیکن اساساً فلک اصلی که ما آشکار نمودیم این تاجیکستان است. آنها در رویه فلک شمال افغانستان تاجیکای ما است. ما چه جناب اول میگن 46% مردم افغانستان تاجیک است. البته وجود فلک هم میخونیم با زبان فارسی داری که این فارسی داری که زبان تاجیکی است. ما هم شما زبان داریم. البته در اونجا هست. لیکن انمی تاجیکستان این را همچی کرد معرفی کرد، همچی بشریت جهانی کرد. این دستگیری البته به همتای جنوب علمی باشه. برای میگیم البته در همین جا بسیار یک بحث مناظره درباره گیت فلکات ما باید یک خلاصه بکنیم و یک انیق کنیم که فلک درست ما با دانشجویان با نوارسان آموزیم. سلسله خوانی فلک، جلوخوانی فلک. انا همتر مسئله هست که درباره گاه چهار مخام میگن، چهار مدران میگن، ما چهار زینه میگیم، چهار پرده میگیم. خودی در اصل 6 و 7 از 4 پرده. اگر باربد مروزی با نام 7 پرده بود. 7 پرده که آموختیم 7 پرده چی است؟ این 7 نوت حاضر است. البته در صورت این تحقیقات با درست و با انجام نیک رسیده میتواند که آن را خوب بیاموزیم، خوب تحقیق بکنیم و خلاصه‌های درست بیاریم و طوری که حکیم نظامی میگوید که بند فلک را کی تواند گشاد؟ آن که برو پای نهاد، آن که برو پای تواند نهاد. یعنی از این فلک به آن فلک وسیله است. راه بردن از این فلک یک وسیله است راه بردن به فلک اصلی و البته راه بردن به پایه است. یعنی اگر پایه به پایه زینه به زینه است به پرده به پرده. خب میخواستم در همین مورد اندیشه کنید که چگونه پایه است از نگاه اصطلاح علمی و از نگاه عملی. من در همین کتابی که ما کردیم آموختیم زیاده از شده. اساسا همین یک کلمه 7 این یک شماره تاریخی است. این شماره 7 از پیدا نشده. 7 طبقه آسمان میگیم، 7 پیکر میگیم، 7 پایه میگیم، 7 زینه میگیم، 7 نوت میگیم، 7 رنگ میگیم. ببینید همین کلمه 7 این چیزی که از قدیم آمده است دنیا هم در 7 ساخته شده است. بله همین در موسیقی ما 7 نوت داریم، 7 پرده داریم. همین پرده را در موسیقی معاصر ما زینه میگن. زینه فلان.
همین ما ترجمه کردیم از میگن یکی زینه در ما زینه با زینه هست کلمه زینه با زینه پایه با پایه هم ما برای چی می اخر مستخرج این نادرست است این زینه باید نباشه در فلک این پایه نباشد پایه نباشه پرده است هم پرده زینه است هر یک پرده در ایران و زینه نمیگن یکی میگن مقام نمیگن دستگاه میگن دستگاه همین دست که ما گذاشتیم این یک دستگاهی یک موسیقی است با یک دست ایواز شد دستگاه دیگر شد 7 دستگاه میگن در ایران خب در برای همین 7 پایه یا 7 زینه مثلا با نوازش میخوام ما گفتم ما تکرار با تکرار میگم فلک این 4 مقام این به معنی که 4 زینه فلک در موسیقی معاصر توش و میگن کوارت میگن هم کوارت این زبان لاتینی بود 4 میگن همین گیا موسیقی فلک را در همین 4 زینه جا کردن انا 4 موسیقی این کوارت از این توجه این کوارت بعد از همین نوتا ما بالا نرویم موسیقی شد برای چی نرویم که وقتی این نوتا است با خلق میخوندد در تقریبا خوشبختون 6 زینه فلک خونده گرد در علامه خود 7 زینه خونده گرد اپای گوشه صدوق 7 آواز اصلا برای ما از نم گذاشته گرد فلک را محدود کردن در کنید در یک قالب این 4 مقام همون 4 زینه فلک است خلاص در من برای همین من باز تکرار میکنم که این عقیده دیگر رو هستم این عقیده من فکر من اندیشه هر یک موسیقی فکر عقیده اخت دارد برام شما با خلاصه اومدید که 7 مدار است مقام نه مادر میگن با 4 مادر میگن این 4 مادر در لسای موسیقی آموختیم مدار است مداری فلک مدار این درست است مدار مرکزی هر یک گردش فلک فلک 7 مدار دارد 7 مدار نه که 7 مادر 7 4 مقام نه 7 پرده گیم مالش 7 زینه دارد 7 پرده دارد ام فلک 7 پرده دارد که ما در 7 پرده در این کتاب خود ما 7 پرده هم نیستیم 7 زینه خودیم چه که موسیقی شناسا گیرند همه 7 پرده ما امکانی همون 7 ما نام داشتیم برای که این موسیقی ما از همون روایت خلقی نام گذاشتیم چون زینه اول را فراق نامدیم فقط اول درباره فراق میگیم زینه یکمی فلک را ما چکتیم فراق نامدیم اینا از خودم نه از روایت فلک افسوس که از وطن جدایی هم جدایی این خطر فراق هست این تازه خدا با همه راقی و فرد یا در همین یک زینه این نوع دشتی است این راقی است این افراد در همین یک زینه 4 قسمت را خواندن ممکن است با میرا زینه دی دشتی راقی زینه ناله پرده ناله میگیم این من نه آفرین این خلق بخوند فراق زینه ناله این از روبویا از ناله است هجران هم جدایی هم با زینه سیم فرق پرده سیم دشتی آزادی راقی هم پرده هم سیم اندازه
داشتی افاد همه اینا همه حافظان خلق تاجیکستان میخونن لیکن واو فکر نمیکنه که در همین زنا خونده در کدام ما در آموزش زنا باز سیستم داد درآمده قالب میکنن اینجا قاعده با زنای چهارم داشت راقی زرد اینا رو ما اختیار داریم در خلق همه خیلی میرود زنای پنجم فیقام ببین راز زنای چون یه تقریبا خوشبخت بخونم چه باید داده که زنایشش میده یا آقا آنی فرار دیدی چه سیستم دارد خود اگر همه بود شما شرط شده گفتیم ها آنی ها داشتی هر چیز فرق دارد برای این در وقتی ما زیاده بکنیم از چیز آموختم همه فهمده که ببین ببین راز زنای چون یه تقریبا خوشبخت میخونن چه باید بگه که زنایشش میده آقا ما بیا حرام انا میفرار دیدی چه سیستم دارد خدا اگر همه ما شما شش شده گفتیم هفتن آنی هفتن داشتی راقی هر چی دید فرد دارد برای این در وقتی ما زیاده گفتیم از چیز آموختن همه فهمده که این فلک قاعده داره سیستم داره آواز خود ما اینا را میخونن سیز نکی بیربط فرمیشی آموزشی تحقیقی ندارن حتی آواز خوندن که محمد علی ایوبی آواز خوندن که 5 نفر رو هم داشته هم روشن میخوندن گفتن که تقریبا خوشبخت از زنای چهارم فلک تبریک زنای پنجم در زنای ششم میخوندن یکم دوم سوم نمیخوندن یک بار چیز زنای پرده چهارم پنجم و ششم رو خونده کرد پس نفره که از زمین 7 طرف با ترتیب بخوند یا برات اگر ما را با ترتیب انا مقصد ما همین است که من مطلب کردم با انسان دولتی فلکی ما 5 سال پیش روان کردم مطلب من میخوام هرچی محقق فلک
میخوام که یک مرتبه همین فلک اصلی رو در سیستم در آورده با طرز سلسله‌ای سلسله خواندی و سلسله نوازی همین یک مقصد اساسی من است. حاضر رابری بدی انسان دارتی فلک شاگردی من که ناصری سفر از تمام کرد در کنسرتور با سازی دمرم میخوام عملی سازم 5 سال من عملی میخواستم کردن لیکن بودن نفرانی که امینا چی عملی کردن نخواستند خودتون ندونید لیکن انا با سبب انا جهانی شوی فلک من میخوام که همین سلسله نوازی اصلی را بفهمند بعد دیگرش آواز خونه بعد میفهمم که این حقیقتا هم هست که این ما قربانان نآفریده است ما آشکار نمودم که انا در همین رویه در دانشگاه در کنسرت‌ها میآموزند ما برنامه ساختیم در روی برنامه که از روی برنامه نه همه آموزگاران عمل میکنند هر کس با فکر خودش هر کس آوازی خودش انا اگر از روی برنامه شود ما وقتی اون رسید که ما باید از روی برنامه از روی سیستم باید آموزیم شده انا میشود فلک اصلی شما درست گفتید عالمان خارجی البته بیشتر فهمیدند ژان دورن میگن از فرانسه بسیار میخواست که فلک ما همکاری کنیم با زبان فرانسوی با زبان فارسی چه کنیم لیکن رهبر علمی من زای میخوان تاجیکا بود گفت که نه این مال تاجیک است در همینجا چاپ کن کتابا انا کتاب 2006 با 3 زبان چاپ کردیم بس مختصرش با زبان روسی و با زبان انگلیسی فهمیدیم تز چی است این فلک انا دیگران اومدن از ازبکستان از خودی ایرانی ها میخواستن فلک آموختن کتابا را گرفته بودن لیکن چی ما خودمون فقط چی در پریشان حالی این خلاص ما باید خلاصه انیق نامدیم من هر یک چیز را در عمل کن عالمی میگم بی عمل زنبوری هم در عمل کرده هر کی گپا میگه هم را نواز خون ما نه آواز خونم نه مطربی دمرچی متقل ما دو تار بهار کردیم لیکن از روی دوستداری فلک از روی همین دو تا را کسب کردم آموختم و این کتابی که آدم این برای خلق وطن برای آینده ها برای جوانان نسل اول باقی میموند و میخوام که چرا آموزند و فلک را چیزی که جهانی شد درست‌تر آموزند خب با این که از روز فلک یعنی از اعلان روز فلک 10 اکتبر است بیش از 10 سال سپری شد و باید ما در این 10 سال تحقیقات‌های زیادی را به انجام می‌رساندیم و فلک را بیشتر گسترش می‌دادیم ولی فکر می‌کنم که هنوز ما با طلباتی که سرور دولت نزد ما گذاشتن هنوز این عمل‌ها و این تحقیقات‌ها جوابگو نیستند. چی باید کرد مثلا شما گفتید درست که برنامه تیار کردیم ولی فراگیری برنامه بسیار مشکل است چون که برای فراگیری این برنامه مثل شما محقق در کار که هم فلک را از نگاه نظریوی بداند هم عملی بداند و هم 7 زینه را بداند ولو که 7 پرده را یعنی بسیاری ها آموزگاران اجرا کنندگان بسیار محدودند چی باید کرد که فلک گسترش و تحقیق بیشتری یابد برای همین ما علاقه برنامه که ما 2005 چاپ شد کتابی که 2006 چاپ شد و در همینجا گفته بودیم که برادران شاگردان لیکن افسوس که شخصانی ما که رویه استاد و شاگرد داریم هر یک استاد و شاگرد با طرز عنعنوی است با طرز شفاهی است با طرز چی بگن کسبی و ناتوی نیستند ما همین کتاب را برای دانشجویان آموزگاران انشا کردیم که همین را از روی چی بگن شکلا ناطقتی چه ششمخوام چه شکلا از روی شکلا شد یاد در اساس همین قالب شاگردان را آموزد که چی است که آن همین آماده نشده شده است هر یک آوازخوان هر یک مطرب با طرز خود میخوند یک برنامه ما برنامه را چاپ کردیم که از روی برنامه عملی نشده است
برای میگه باری اول گفتم همین ما 2008 ما در کنسولتور ملی ترکیه برنامه‌ریزی کردیم با طرز عملی نشان دادیم بسیار بحث مناظره شدند لیکن من خرسندم که انا در بحث مناظره یک فکر عقیده پیدا میشد برای من خواهش میکنم همچون خواهش میکنم با آوازخوانان فلک با مطربان فلک با موسیقی‌شناسان با فرهنگ‌شناسان بیاید همین فلک موسیقی که ما جهانی شد دیگر با یک خلاصه بیمو در همین چی بگن درست آموزیم که ما را گفتی تلفظ تا طرف ما را نمیبخشند در آینده ها تاخیر که ما حاضر هستیم بعد ما همراه درست فهمونیم برای نورستان برای شاگردان که این خیلی از رویه فلک است که ما همچون بشریشت ما درست علاقه دیگر خلق‌ها دیگر دولت‌ها علاقه میدونند این کتابایی که ما را آموختند علاقه درست ما اگر روی کتاب چه ما به هوایی می‌آموزیم فلک شفایی هر یک چیز باشد اساس باشد خان مرحمت کدام رویه نه که این همه رویه ها در اساس انمی سیستم لحنی فلک است کدام آواز خان شما مرحمت با طرز خود یاد دید نه که در همون زنده ها یاد دید در همون پرده یاد دید خودتان ایجاد نکنید اول اصیل را یاد دید موسیقی اصلی خلق که آفرید امر یاد دید بعد در همین زنده های فلک پرده فلک خودتان ایجاد کنید خواندن گیرید نه که ما اصلا نمیخواند هر که با خودتون فلک خوان گفت یک نام فلک هم او من فلک خوان این نادرست است فلکی اصلی دیگر است فلکی در روی فلک خوانی دیگر است فولکلوری دیگر است بلکه در آموزش می‌فهمم که این همه چیز شاخه ها را جمع بست کردن آمدن ما فولکلوری فقط یک زیر میخونن نه تمام دیگر باید فهمیش دیگر زینار ندارن یک خواهوزا میدونن دیگه لیکن ما باید کنیم آموزیم که انی کدام پرده است کدام لحن است کدام نمودی فلک است دشتی است درآمد است راقی است اوفر است یا خیلی در هم دشتی لیریکی و عاشقه میخونن نه فلک دشتی این چی است و کمترک جدیتر است فلک دشتی ما باید کمترک با روز نیاز است لیکن در هم فلک دشتی هر چی میخونن برای چی خلق اوفر فرمودن در اوفر فلک مرحمت خرسندی کن شادی کن سرور کن رقص این یک سینر است که باور کنید این ما باید آشکار کردیم لیکن درست‌تر نه هر یک موسیقی‌شناس ما نه هر یک چیز هست آدمی که علاقه تو دستگیر میکنن ما را میگن نخواد که میگه فلک چهار مقام دارد مقام فلک است Seems
اینجا رسیدیم به پایان نمایش. با امیدهای نیک و اظهار سپاس به هم صحبتمون که صحبت را بسا صمیمی آراستند و گرم داشتند و به تماشاگرانمون که تا به آخر ما را همراهی کردند. خوش باشید تا نمایش دیگر.